سلام و درود. این ویدیو رو به رسم احترام و قدردانی از شما همراهان جان برای نوروز و سال جدید پر میکنم. نوروز نمادی از تداوم زندگیه. حتی تصور من اینه که در زندگی جمعیمون سال سختی رو تجربه خواهیم کرد، اما امیدوارم که این دشواری بهای پایان دوران سخت و نفسگیر باشه برامون. و آرزو دارم در زندگی شخصی چنان خوشی‌های کوچیک و بزرگ قلبمون رو سرشار کنه که لحظات آخر شب رو آسوده تر بتونیم دووم بیاریم. بیای سال نو رو با بخشش آغاز کنید. حتی دشمنانتون رو ببخشید، چون اونها از درون شما خبر نداشتند و با توجه به همین عدم آگاهی از درون زیبای شما رفتاری رو انجام دادن که این رفتارها به رشد و تکامل شما کمک کرده. برای ایران که در یکی از سرنوشت سازترین سالهای تاریخش قرار گرفته، آرزو می کنم که شاهد شادیهای مردمش و روزگار بهتر خودش باشه. نوروز بر همه شما مبارک باشه.